گل، وید، علف، کانابیس، ماریجوانا یا حالا اسمای مختلف که روی این گیاه وجود داره یکی از محبوب ترین و معروف ترین دراگ های نه تنها ایران بلکه دنیاست و جالبه بدونید که توی سال 2022 تعداد افرادی که ماریجوانا استفاده می‌کردن نسبت به افرادی که به صورت روزانه از الکل استفاده می‌کردن هم بیشتر بوده. حالا ما توی این ویدیو می‌خوایم به صورت کامل بپردازیم به بحث ماریجوانا، تأثیرات، مضرات و به خصوص ورزشکارها بررسی بکنیم که مصرف ماریجوانا چه مشکلاتی رو به همراه میتونه داشته باشه، آیا اصلا تأثیری توی بحث ورزش داره یا خیر، اختلالی توی بحث عضله‌سازی ایجاد میکنه یا نه، و توی ورزشکارهای حرفه‌ای آیا تداخلی با مصرف هورمون‌ها و مکمل‌ها داره یا نه. یا کانابیس یا هم ماریجوانا دارای صدها ترکیب فعال. دو تا ترکیب اصلی که توی این گیاه وجود داره، قسمت THC، ترکیب در حقیقت THC که اون تاثیرات روانگردانی، تاثیرات نشگی و حالا به واسطه اون تاثیراتی که بر روی دوپامین میاد ایجاد میکنه، اون تغییر ادراک رو توی فرد میاد و فراهم میکنه. و قسمت CBD که قسمت در حقیقت غیر روانگردان این گیاه هست و تاثیرات ضد التهابی، ضد اضطرابی و بهبود حتی خلق و خو رو میاد توی فرد ایجاد میکنه. جالب هست که بدونید اون گیاهی که حالا توی طبیعت در حقیقت وجود داشت و حالا احتمالاً هم الان توی برخی از نقاط دنیا وجود داشته باشه، اون نسبت THC به CBD 1:1 یا حالا حتی 2:1 بوده. اما زمانی که حالا این بحث مخدر بودن و اون دراگ بودن این مواد در حقیقت یه جوری صنعتی شد، اومدن اون میزان THC رو تا حدود 20 برابر بیشتر کردن و عملا اون قسمت CBD که حالا قسمت مفید این گیاه هست کمتر از 1% اون گیاهایی هست که حالا الان توی بازار و توی در حقیقت بازار سیاه وجود داره. حالا محققین، دانشمندان و حالا شرکت ها اومدن این قسمت CBD رو جدا کردن به صورت مکمل. همین الان میتونید توی بازار تهیه بکنید. تاثیرات بسیار مثبتی رو داره. حالا من کاری دیگه با قسمت CBD که قسمت مفیدش هست و دیگه از این گیاه در حقیقت اکسترکت شده کاری ندارم و میخوام به مضرات حالا اون گیاه ماریجوانا به واسطه اون THC بالا بپردازم، علل خصوص توی بحث ورزشکارها. قبل هر چیزی میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشم بین مصرف در حقیقت گل یا همون ماریجوانا مقایسه با افرادی که حالا از الکل و نوشیدنی‌های الکلی استفاده میکنن. به مراتب عوارض مصرف الکل بیشتر از مصرف گل خواهد بود و اون بحث اعتیاد با مصرف الکل هم به مراتب اعتیاد بیشتری رو نسبت به مصرف گل میاد و ایجاد میکنه. نکته بعدی این هست که مصرف زیاد الکل میتونه فرد رو حتی با مرگ هم روبرو بکنه، در صورتی که تا به امروز هیچ مشاهده‌ای صورت نگرفته یک فرد با مصرف زیاد ماریجوانا دچار مرگ بشه. این که خدمتتون میگم به صرفاً مصرف خود ماریجوانا و گل هست. اینکه حالا یه نفر بیاد 3 شات مثلا تکیلا بزنه و روش 3 کام ماریجوانا بکشه شامل این مورد نخواهد شد. صرفاً با مصرف ماریجوانا تا الان عامل مرگ و میری در به زبان ساده گزارش نشده. اینکه حالا خدمتتون گفتم که گل به نسبت الکل عوارض کمتری داره، اما توی ورزشکارها و حالا به خصوص ورزشکارهایی که حالا حرفه‌ای‌تر دارن بحث حالا بدنسازی و حالا ورزش رو دنبال میکنن، مصرف گل داستانش متفاوت خواهد شد و الان میخوام بررسی بکنم که مصرف گل میتونه چه تأثیرات منفی رو توی ورزشکارها ایجاد بکنه. زمانی که سطح THC توی خون بالا میره، این THC میاد به گیرنده های خودش توی مغز، گیرنده های CB1 که حالا اون تأثیرات منفی THC که همون نشگی و اون روانگردانی رو هست میاد و ایجاد میکنه. به علاوه این میاد و بر روی هیپوفیز هم تأثیر میذاره، تولید و ترشح LH و FSH رو در حقیقت سرکوب میکنه و در نهایت سطح تولید تستوسترون توی بدن کاهش پیدا میکنه. این یک مسیر مخرب برای ورزشکاران و مسیر دوم از طریق افزایش در حقیقت اون بحث استرس و افزایش در حقیقت ترشح کورتیزول میاد یک شرایط کاتابولیکی رو توی بدن ایجاد میکنه و همین باعث میشه که اون سنتز پروتئین
این اون شرایط آنابولیک بدن با اختلال مواجه بشه. از دیگر تاثیرات بحث مصرف ماریجوانا بحث افزایش اشتهاست که این افزایش اشتها فرد رو راغب میکنه به خوردن شیرینیجات و روی آوردن به مصرف غذاهای چرب. و حالا به خصوص وقتی که یک ورزش رژیم کالری منفی باشه یا یک رژیم مسابقه‌ای باشه، خیلی شرایط براش سخت‌تر خواهد شد. از اون ور سطح کورتیزول افزایش پیدا کرده، سطح تستوسترون توی بدن کاهش پیدا کرده و اون بحث ریکاوری فرد مختل شده و از این ور اون بحث متابولیسم بدن رو میاد و با اختلال مواجه میکنه. از نظر خواب هم توی مطالعات بررسی شده که مصرف ماریجوانا توی کوتاه مدت میتونه بر روی بحث خواب و اون کیفیت خواب موثر باشه، ولی توی بلند مدت اومدن و توی مطالعات دیدن که میاد و کیفیت خواب رو کاهش میده و فرد به اون شرایط در حقیقت رم توی خواب و اون خواب عمیق فرو نمیره و همین باعث میشه که اون بحث ریکاوری و اون خستگی توی بدن فرد ایجاد بشه. نکته مهم دیگه توی بدنسازهایی که حرفه‌ای هستن و از استروئیدها استفاده میکنن، مصرف ماریجوانا با استروئیدها تداخل خواهد داشت. اولین تداخل که حالا بهش اشاره کردم، خود استروئیدها میان اون در حقیقت محور هیپوتالاموس هیپوفیز بیزه رو با اختلال مواجه میکنن. مصرف گل و ماریجوانا میاد این اختلال و این سرکوب رو دوچندان میکنه. این نکته اول. نکته دوم، افرادی که از در حقیقت استروئیدهای خوراکی استفاده میکنن، مصرف ماریجوانا در کنار استروئیدهای خوراکی میاد اون فشار کبدی و بار کبدی رو چندین برابر بیشتر میکنه. پس به صورت خلاصه شاید مصرف ماریجوانا توی کوتاه مدت یک آرامش کاذبی رو حالا توی فرد بیاد و ایجاد بکنه، اما قطعا مصرفش توی بلند مدت برای افراد عادی که قطعا عوارض خواهد داشت، برای ورزشکارا این عوارض چندین برابر خواهد بود، از بابت اینکه اون سطح تستوسترون کاهش پیدا میکنه، سطح کورتیزول افزایش پیدا میکنه، اون متابولیسم بدن کاهش پیدا میکنه و اون ریکاوری و رشد عضلات رو با اختلال مواجه خواهد کرد. خب امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی یا مطلب جامونده ای اسکری در خصوص ماریجوانا یا هر سوال دیگه ای حتما توی کامنت ها برای من قرار بدید. اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب بکنید و حالا به دوستانی که حالا حس می‌کنید توی این زمینه علاقه‌مند هستن و میتونه این مطالب براشون مفید باشه حتما ارسال بکنید. با امید دیدار مجددتون.